این مجسمه باباجان غفورов مؤلف کتاب تاجیکان و یکی از قهرمان‌های ملی تاجیکستان است که حالا در زیر چادر قرار دارد. مقامات محلی مجسمه را که با خرج 170,000 سامانی ساخته شده است هنوز رسما افتتاح نکرده اند. شهردار باختر برای پرده برداری فرصت دیگری را منتظر است. بنیادی باغ و گلگشت به نام باباجان غفورов. در جلسه شهرداری باختر معلوم شد که خرج کارهای منبعده نه از بودجه مقامات بلکه از حساب صاحبکاران بوده است. صاحبکار رو جلب کنیم، مبلغ‌های صاحبکار رو جلب کنیم. لایحه موافقه شدگی بود. باز 3 هفته پیش بعضی ایرادها شد و لایحه مکمل گردید و صاحبکار وظیفه‌دار شده است. میدان قهرمانی تاجیکستان مؤلف کتاب تاجیکان باباجان غفورов افتتاح خواهد شد. این هیکل دیگری باباجان غفورov در شهر باختر است. در دو طرف بینای حکومت دو هیکل قهرمان ملی جای دارد. یکی برداشته می شود، دیگری رسما افتتاح می گردد. حاضر شهر باختر صاحب دو باباجان غفورov نشده است. یک تا هست رسمی، آن چیزی که هست. اگر به شرطی که دوم شود، شما در نظر داشته باشید ما دوم رسما میکشویم، پیش از آن یکم از بین میبریم. مجسمه باباجان غفورov در شهر باختر 25 سال پیش گذاشته شده است. ایرادها بود که قامت قهرمان ملی را کوتاه نشان داده اند. از آن وقت نام و نسب قهرمان از پای هیکل برداشته شد ولی بنیاد هیکل نو طول کشید. هیکل نوی باباجان غفورov در نزد یک کارخانه بافندگی گذاشته شده است. در محل سابق هیکل از سوی صاحبکاران خانه بنیاد می شود که دیگر برای قهرمان ملی جای خالی نیست. محمود جان رحمتزاده، آزادی، باختر.